سلام علیکم دوستان عزیز، روز همه شما بخیر شده باشند. انشالله که همه شما خوب هستین، تندرست هستین. دوستان عزیز، از رحمت کلام برای دستگیریتان، برای سخنان نیکتون از همه شما میندار هستیم که ما را دستگیری میکنین، بهترین سخنان را گپ میزنین. این خیلی یک نمود خوراکی به گوشتک تیار کردستم برای ابیتا، یعنی پیاز کمتر سرخ کردم و بعد دیگر محصولاتش انداختم. یک بقلاجان، کارتوشکا، سبزی، پومیدور همش هم انداختم. از یک جای میکنم تا سرخ شدنش نیست. این خوراک کاملی نان و نمک بانوی تاجیکی خدمت بهترین خوراکا داشتیم. وقتی میدروی تماشا میکنی میگوی که خزم مرا این خوراک پزم. در اومدم تماشا کردم، به حد اشتیاور. حتما شما هم تیار کنین، به حد خوراکی آسانه، عجایب مزه های. کانال نان و نمک در کامنتری ذکر میکنیم، سیکشه در اومده دستگیری کنین. بهترین کانال بگیم که یک چی بختان میگیریم. این کانال های هرچند که پخت پزه بسیار باشه، با این کانال با خوراک نمیسی هم تیار میکنه. نمیخواد دوستان عزیز، اینجا کمتر مرچ و پاپریکا هم خیلی می اندازیم. چی نمود پریپروا باشه اندازه به حد خشروه. بعد من میخواد سوشانی چیسناک انداختم کمتر. بعد نمک. اول و آخر 3 استکان آب انداختم. کمتر میخواد یک جا میکنیم و بعد آب میندازیم. کرشکش پوشانده میمونیم تا تیار شدنش میسته. فیلتر پست میمونیم. فیلتر من مثال تا 6 من میخواد یک بار جوشید 5 دقیقه بعد گرفته 4 دقیقه. میتپم در اشتیاقی روی او، میتپم در اشتیاقی روی او. لا بلای خلقتی ارض و سما، حق ستاید فرش علی مصطفی. میرسد روزه که با هم میشویم، دار دنیا نیست کلی ماجرا، دار دنیا نیست کلی ماجرا. نم نمی شب‌های به پایانی او، گریه ها از دیدگانی جانی او، تا غم و میخواد دوستان عزیز خیلی دوشید، میخواد تیار شید. پادلیوی ما بگیم ما مکرون دوشوندم. عدل مکرون هم دوشوندم در آبی نمکی. بعد در همین امیخته میکنیم. مکرون خودش نمک داره، خوبیم دو نمکی را تون بزنیم به حد مزه شروع میشه. و همین رسیپی چخیلی گفتم نون نمک تیار کردستم به حد مخکول شد. ابیت من تیار شد دوستان عزیز.
ҳазор раҳмати калон ки моро дастгирӣ мекунем. бисёр гапҳои нағз менависем. دوستانی عزیز میخوام که 2 بانکا موخیتو تیار کنم کمپوت بگیم خیلی با توجیکیش دمو در کورای 2 تا اپلسین 1 تا لیمون برگای پودینه دایجا باشه سمارودینه و نوکای بانکا را ما دبو مونده گرفتم بیزا پس میکردم حاجی باشه وایو را مایده میکنیم اپلسین و لیمون را مایده کردم میندازیم 15 قوشق کلون شکر میندازم در 3 لیتره مثال هر کس هر خیل میکنه کمپوتا در 2 لیتره باشد 10 قوشق کلون نمیخواد دوستانی عزیز تا او مون جوشیدن ما تیار میکنیم پوستاشا سیمت نمیکنه نمیخواه میندازیم نمیشه تیار کرده لیمون مای دهکای ما همشه میندازم لیمون های کلان باشه نیمشه اندازیم در 2 بانکا میشه خریزه کرده شدیم وزی باشه بانکا دا تقسیم میکنیم نمیخواه برگای پودینه را میندازیم میدانه میکنیم جایی نو در کارش ما گرفتم 2 تا دای بانکا میندازم 2 تا دیگه در 1 تا دیگهش 3 پارچه لیمون انداختم دایی یورای نخلی کردم اپلسین را برای خشروط افتانش وزی باشه نمیخواه هر دشتا تقسیم کردم وزی باشه شکرش میندازیم هر یک بانکا دا نمیخواه پر 15 قوشق شکر میندازم چخیلی که گفتم 3 لیتره دا 15 قوشق کلون شکر نمیخواه حساب کرده میندازم دوستان عزیز ما که کمپوت کردم کم ترک 4 غوره بوره لیمونی کسلته میندازم برای نپریدن بانکو نخواهی نندازین این اختیاریه بگیم ما می 4 اینم قای میندازم شون کرشکای بانکا را باشه نجوشاندم 10 مینوت امخه در آی جوش آمدگی موندم در درون 1 کوسه نمیخواه آی ما جوشید امخه میگیرم میندازم کرشکاشون هم مخته میکنم تمام این همیشه محکم میکنیم دوستانی عزیز او سوناکای ما کمپوتو همیشه میکنم هر سال با هر کس هر خیل میکنه دیدگی مثال در اینترنت که 2 او 3 او میگردونن با اخیران محکم میکنن و خیلشم کنین میشه خیلشم هر کس هر خیل من خیل چند سال شدم خیل میکنم وقت 3 بو هم خیل ناک انداختم سویج یک میستنده خیل نمیگوی که همی ویشدگه در کمپوت انداختم و میخوام کدکو سیب شه و ناک شه درونی کمپوت نمیخوام محکم میکنم یک تاشو محکم کرده شدیم ایدیمش شه محکم میکنیم بعد وای میکنیم پرو میمونیم همی در تگی ادیال بخیر تا خنک شدنش نیسته خنک شد بعد گرفته حلوه برده میمونیم که بانکو ما در جای گرمی ندیسته
شکر مخکم کن. اینو میخوام مخکم کردم. آیسته آیسته اگر میخوام میکنیم که شکر تگش میخوام آب شود. بعد میخوام چخالی که گفتم با کلیشکش میمونه. یکون چکتی روش میپوشونیم تا خنکشیش نیست. آیسته آیسته میخوام میکنیم شکرش آب شود. نمیخواد دوستان عزیز آدمی کودکدار بگیم که یک بار 5 تا 6 تا بانکا کردن در استاد نمیکنم. مثال حولی در حولی زندگی میکنیم میفورم که مثال در دیگی میدونم میخواد یکون زیر وای شکر وای میخواد اندام پیشو دیگ در اگر که نباشه میچسبه مثال میسوزه برای همین در همین خونه یک تا دو تا میخواد بانکا محکم کرده است. چخیلی که میدونین مکتبم یک روز دیگه من کودکا دیگه در مکتب هر دوش کتی همی کودکی میده دیگه در همی خونه بانکا کنی در دری خونه هر سال ما در دری خونه میکردیم خیلی بیرونده بسیار نه یکون وقت بسیار بعد زیروای یکون چکنیم بعد دیگه میدون دمیم. یک کامنتاری اشید که این خونه و در 3 اتاژه اختونه نیم این خونه و در ایمون نیسته اینجا کارخونه ما در کارخونه کار میکنیم. تا ولاگای آینده در پناه الله مهربان باشه دوستان عزیز. خیر.